صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خداوند، تو را شکر و سپاس می گوییم که با ما بشر خاکی و گناهکار تماس گرفته و سخن گفتی و محبت و لطف خود را بر ما آشکار کرده. اعتراف می کنیم که ای خدا، در خود هیچ چیزی که شایسته این باشی که به حضورت بیاییم در ما وجود ندارد و این سخن از عظمت، سخاوت و محبت بی پایانت دارد. بار الها، برای کلام مقدست که محبت تو را بر ما آشکار می کند و رحمت تو را اعلام می نماید، که برای پاهای ما چراغ است و برای راههای ما نور، شکرت می کنیم. شکر و سپاست می کنیم که گفتار مقدست را به ما عطا کرده ای، زیرا توسط آن است که قادریم به طریق صحیح و درستی این عمری را که تو عطا کردی به سر بیاوریم و از فیض و رحمت و برکاتت بهره مند گیریم. بار الها، ما را یاری بده تا آنچه که می‌خواهیم مردم به ما کنند ما اول به آنان کنیم. با ما سخن بگو که طالب تو هستیم. این تمنا را به نام نامی مکاشفه مقدست و منجی زنده انسانها یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. با درود مجدد بر یاران عزیز و عاشقان حق، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم و از خداوند یکتا و مهربان تمنا می‌کنیم که ما را در درک گفتار آسمانیش که حیات و هستی و امید ما به آن بستگی تان دارد هدایت فرماید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده را با شما باشم و از انجیل شریف آیات را براتون بخونم و آن را به زبان ساده شرح دهم تا شما را با حقایق آسمانی آشنا ساخته و با یافتن حقیقت و نجات الهی آن را بپذیرید و جزو برگزیدگان خدا یکتا شوید. برای این منظور توجه خود را معطوف به فصل 7 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و از آیه 13 گفتار عیسی مسیح را میخونیم و تعلیمات جاودانی او را در قلب خود جا میدهیم. عیسی مسیح از فصل 5 الی 7 از انجیل متی تعلیمات جاودانی خود را به مؤمنین و عاشقان حق، به کسانی که از گناهان خود دست کشیده و به سوی نور خدا در حرکتند و هدفشون رشد و نمو کردن در خلق و خوی الهی و سیرت جاودانه هستند، یعنی فرزندان نور و حق، عطا می کند و نشان می دهد که ما که به او ایمان آورده ایم چگونه رفتاری باید با یکدیگر و با مردمی که از خدا گریزانند داشته باشیم.
در آیه 12 فصل 7 با گفتن این قانون طلایی و جاودانه موضوع رابطه با دیگران را اینطور خلاصه می کند که لحاظا آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید. آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید. یعنی شما پیش قدم باشید و اگر می‌خواهید مردم به شما خوبی کنند شما اول به مردم خوبی کنید، منتظر دیگران نباشید. و اما از آیه 13 او درباره راه رسیدن به خدا و ظهور انبیا و پیامبران دروغین و موضوع داوری الهی سخن می‌راند و سرانجام در آخر فصل از ما دعوت می‌کند که ایمان و اعتقاد خود را بر صخره محکم یا تعلیمات حقیقی الهی بنا کنیم که نه باد و طوفان و نه هیچ مشکلات و جفاها قادر به نابود کردن آن نخواهند بود. پس تمنا می‌کنم اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 7 انجیل متی بگشایید تا با هم آیات را بخوانیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. مسیح می‌فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می‌شود. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم می باشند. و از انبیای دروغین برحذر باشید. از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده‌اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ و همینطور درخت خوب میوه خوب به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت خوب نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را میبرند و در آتش میاندازند. بنابراین شما آنها را یعنی انبیای دروغین را از میوه هایشان خواهید شناخت. در آیه 13 عیسی مسیح راه وصول به حق را راهی سخت و دشوار به ما معرفی میکند و در واقع گفته قبلی خود را به خاطر ما میآورد که فرمود همه کسانی که بخواهند در دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید و یا خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و به خاطر من هر سخن بدی به شما کاذبانه گویند. عیسی مسیح در آیات قبلی ما را تشویق می کند که جفا و بدبختی و مشکلات را با شادمانی بپذیریم، زیرا راه خدا در جهان طرفداران چندانی نخواهد داشت و در این عالمی که شیطان بر آن حکومت می کند راه خدا تنگ و باریک است و مشکلات زیادی در سر راه حقجویان خواهد بود. او می فرماید که راه خدا در جهان طرفداران چندانی ندارد و در عوض غالب مردم به زندگی راحت و عقایدی که بر مذاقشان شیرین جلوه می کند و از آنان توقعات چندانی ندارد پیروی خواهند کرد. او میگوید شما باید در آن راه مشکل و راهی که همراه با جفاها هست قرار بگیرید، راه باریک، اما راهی که همونطور اگرچه راه باریک در ابتدا مشکلات و سختی زیاده، اما همین که به سوی ابدیت یا به سوی انتهای آن راه می روید این راه بازتر و گشوده تر میشه و به عبارت دیگر مشکلات کم کم کمتر میشه. میگوید شما بگذارید به خاطر حقیقت جفا ببینید. چرا؟ چون آسایش و خوشی و تعلیماتی که غالب مردم در پیان هستند اگرچه ظاهر و خوب و با دوام است اما انتهایی بسیار وخیم دارد. آنانی که از خدا در این عالم پیروی نمی کنند شاید در حال حاضر از خوشی‌ها و نعمت بهره مند شوند اما عاقبت بدی خواهند داشت. راه وسیع است، همه در آن می روند ولی انتهای این راه وسیع جهنم است. در واقع با این آیه عیسی مسیح افکار رسولان خود و خوانندگانش را متوجه ظهور افراد شیاد و دروغگو و حقه‌باز و پیامبران کاذب می کند و می فرماید
آگاه باشید، هوشیار باشید، مواظب راهی که در آن طی می‌کنید باشید، مواظب پیغمبران دروغین باشید، مواظب رهبران بزرگ باشید که در لباس میش پیش شما میآیند ولی در باطن گرگ‌های درنده هستند. و سپس میگوید همانطور که درخت را از میوه‌اش میشناسید به همان نحو شما نیز میتوانید پیامبران، رهبران، استادان دروغین و شیادان را از پیامبران راستی به وسیله اعمالشان تشخیص بدهید. یعنی به کارهایی که کرده اند توجه کنید، به کارهایی که میکنند توجه داشته باشید. حرفای زیبا و ظاهر آراسته از مشخصات پیامبران دروغین می باشد، اما عمل نیکو و خدمت به هم نوعان و فدا شدن در راه گناهکاران عمل پیامبران راستین است. عیسی مسیح توجه ما را به یک حقیقت بسیار مهم جلب میکنه. در واقع ما را در چیزی که راهی که در پیش داریم یاری میدهد که گمراه نشویم. او میگوید که عمل انسان از ذات آنها سرچشمه میگیرد. پیامبران کاذب و دروغین در تمام رفتار و حرفایشون میتوانند تظاهر کنند، میتوانند حق بازی کنند، میتوانند ذات خود رو آشکار نکنند، اما در عملشان قادر نیستند که همیشه طبیعت درونی خود را مخفی نگاه بدارند. میگوید همانطوری که درختی که تخمش تلخ باشه میوه تلخ میآورد، به همان نحو پیامبرانی که دروغگو هستند خصوصیات خودشون رو در اعمالشون آشکار میکنن. دوستان عزیز، از زمان عیسی مسیح و حتی قبل از او تا به امروز پیامبران دروغین بوده و هستند و این تعلیم عیسی مسیح بهترین روشی است که میتواند برای تشخیص پیامبران دروغین و افراد شیاد به کار برده شود. مثلا خیلی ها هستن که حرفای زیبا میزنن و یا دستوراتی میدن که بسیار نیکو و زیبا و راحته. مثلا میگن که قتل نکنید، آدم نکشید، خدا از کشتن خوشش نمیاد، ولی بعد خودشون به نام این که پیغمبر خدایند دست به شمشیر میزنن و آدم میکشن. و یا دستورهای زیبایی میدن و میگن که مثلا این کارها را نکنید، ولی بعد خودشون آن را انجام میدهن و میگوین که چون پیغمبر خدان، چون برگزیده هستن، حق دارن که یک چیزهای اضافه انجام بدن و یا اینکه چون که با دیگران فرق دارن بر آنها جایز است اما بر دیگران جایز نیست. و بدبختانه ما متوجه این واقعیت نیستیم که این همه پیامبری که در عالم بودن همه آنها پیامبران راستی نیستند. خیلی از انسانها کورکورانه به دنبال پیامبران دروغین رفتند. این پیامبران دروغین در واقع سیاستمداران دنیوی هستند که برای به دست آوردن قدرت و نفوذ سیاسی از اسم خدا استفاده کرده و میکنن و مردم را فریفته ساخته و میسازن و بعد هم به خاطر منافع خودشون مردمی که به آنها دل دادن آنان را قربانی میکنن و نه خودشان را. و دوستان عزیز، دنیا بدبختانه از این نوع افراد پر بوده و هست و من شما که در جستجوی راه راستی هستیم باید هوشیار و با توجه بسیار به این حقیقت پی ببریم که باید هر کسی را که به عنوان سمبل و نمونه و رهبر خود انتخاب میکنیم بایستی به اعمالشون توجه داشته باشیم و اعمال آنان را و نه الزاماً حرفای آنها را فقط مورد مطالعه دقیق قرار بدهیم. مسیح میگوید این پیامبران دروغین که خود را در لباس گوسفند یا خودشون رو معصوم و پاک و بیگناه و زبان بسته و مهربان به ما معرفی میکنند، در واقع گرگان درنده‌ای هستند که ظاهر خود را عوض کردند و میخواهند روح و جان انسان را قبضه کنند. مواظب باشید، هوشیار باشید که مبادا فریب گوسفندان ظاهری بخورید، مبادا فریب این کسان که در لباس گوسفند به شما ظاهر میشن بخورید و از حقیقت دور شوید. دوستان عزیز، ای کاش به خاطر خودتون هم شده به این آیه مهم توجه خاصی مبذول داشته باشید و زندگی کسانی را که الگوی خودتون ساخته اید را دقیقاً و به گواه تاریخ و نه الزاماً به گواه احادیث مطالعه کنید. یکی از هموطنانی که تازه شروع به تحقیق کرده بود به من گفت که هیچ وقت متوجه نبودم که از پیامبران کاذب پیروی میکردم.
او به من گفت 40 سال تمام توی گوشم خواندن که این راه حق است، اما حالا وقتی به اعمال آنان با دقت بیشتری توجه کردم میبینم که چقدر گمراه بودم. و بعد میگوید این چه پیغمبری است که میگوید قتل نکن و بعد خودش با افتخار و شهامت شمشیر به دست میگیرد و خیلی ها را به خاک خون میکشد. او گفت عمل آنها با گفتارشان 2 بوده و من تا به حال متوجه نبودم. دوستان عزیز، پیغمبران کاذب فقط مربوط به زمان مسیح نبودند، بلکه همیشه در طول تاریخ این عالم افرادی بوده و خواهند بود که خود را پیامبران خدا، برگزیدگان خدا و حتی بگویم غلامان خدا هستیم. خود را به مقام رسالت میرسانند. مبادا خدایی نکرده شما نیز فریب آنها را خورده باشید و از حقیقت الهی دور شده باشید. بیدار شوید و به ثمرات اعمال آنان توجه کنید تا نور حق و راه راستی را بیابید. این با شماست که آیا شهامت و غیرت و عشق به شناخت خدای حقیقی را در خود دارید یا نه؟ و این شما هستید که باید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. و اولین شرط اعتماد به پیامبران دوستان عزیز نه اینکه حرفای آنها باشه، بلکه طرز عملشونه. رفتار و کردار مهمه، ولی نتیجه گفتارشان که چگونه است. رفتار و کردار و به طور کلی زندگیشون رو باید دقیقاً مورد مطالعه قرار بدیم. اگر اعمالشون خدا را جلال ندهد، بدانید آنان پیامبران دروغین هستند. عیسی مسیح نه فقط به ما قانون طلایی در مورد معاشرت با دیگران را عطا می کند و می گوید لحاظ آنچه خواهید به شما کنند شما نیز بدیشان کنید، و نه فقط ما را تشویق می کند که برای تمام نیازها و تصمیمات زندگیمون از خداوند یاری بگیریم، و نه فقط اعلام می کند که زندگی پاک و شایسته الهی بسیار مشکل و پر از پیچ و خمه و یابندگان آن کمه و در راه خدا جفا می بینیم، و نه فقط به ما اخطار میدهد که از پیامبران دروغین برحذر باشیم و میگوید آنان را از اعمالشون، از نتیجه کارهایشون و نه الزاماً از حرفهایشون میشناسید، بلکه اعلام می‌دارد که در روز داوری خداوند آنانی را که فقط نام او را زبانند بیان کرده و در مجالس شرکت نموده و تشریفات مذهبی را فقط انجام دادن به درگاه خیش راه نخواهد داد. و در واقع مسیح میگوید افراد مذهبی نیز محکوم به فنا هستند، زیرا اگر ثمره اعمال آنان نیک نباشد، اگر عملاً مطیع مسیح نبوده و کلام خدا را پیروی نکنند، هر چقدر مذهبی باشند جایی در ملکوت آسمان نخواهند داشت. از آیه 21 الی 24 تعلیم مسیح در مورد روز داوری است که در برابر چشمانمون آشکار میشه و در واقع اخطاری است برای ما که فقط دلمون خوش رسومات مذهبی را انجام میدهیم. میگوید نه هر کس که مرا خداوند خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام رساند. نه هر کس که مرا خدا خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمیشناسم، از من دور شوید ای بدکاران. در این 3 آیه عیسی مسیح 2 موضوع رو برامون روشن میکنه. اول اینکه در این آیات ملاحظه میکنیم که خود عیسی مسیح مردم را در روز محشر داوری میکند. مقصود از آن روز همان روزی است که خدای تعالی برگزیده تا همه انسانها را از بدو خلقت تا انتهای عالم که زندگی کردن در حضورش حاضر بکنه و آنها را داوری نماید. مسیح میگوید خیلی ها به من خواهند گفت، دقت کنید کلمه من، این کلمه در اینجا همون اشاره به عیسی مسیح است. میگوید آنگاه من به آنان خواهم گفت. عیسی خودش داوری میکنه، خودش مردم را داوری خواهد کرد. در واقع خدا داوری عالم را به دست او سپرده است.
در آیات دیگر انجیل به این امر بارها مستقیما اشاره شده. این موضوع اول که خدا داوری رو به دست عیسی سپرده است و دوستان دلیل آن هم خیلی واضحه. چرا؟ چون او که مظهر خدای تعالی است، مکاشفه خداست و کلمت الله است و به قول خود مسیح هر که مرا دیده خدا را دیده است. او جلال خدا را در این عالم آشکار کرده است. همه مذاهب که به وحدانیت نیز معتقدند همین حرف مسیح رو میزنند که خداوند داوری را به دست عیسی مسیح سپرده است. حالا موضوع دوم همونطوری که قبلا عرض کردم اینه که در روز داوری افرادی خواهند بود که با شگفتی متوجه میشوند که جایی در ملکوت الهی برای آنها وجود ندارد. به عیسی خواهند گفت که ای خداوند، ما به عبادتگاه می رفتیم، ما به اسم تو سرود می خواندیم، دعا و نماز می گذرانیدیم، صدقه می دادیم و حتی به اسم تو مریضان را هم شفا دادیم. مسیح می گوید آنچه کردید بی ارزش بوده. دوستان میدونید مقصود مسیح چیه؟ مقصودش اینه که آنچه کردید یا برای سوء استفاده شخصی از قبیل اسم و شهرت و رسم پیدا کردن بوده، یا مقام گرفتن و ثروتمند شدن بوده، و یا به خاطر مقاصد دیگری شما این کارها را کردید. حالا هدف مسیح اینه که میخواد به ما بگوید اگر پرستش و ایمان شما از روی قلبتان نبوده هیچ ارزشی ندارد. اگر شما خدا را از صمیم قلب عبادت نکنید و از روی عشق و علاقه خدا را پرستش نکنید و مطیع خدا نباشید، آزادانه و از روی میل و اشتیاق، تمام کارهای مذهبیتون بی ارزش خواهد بود و ایمانتان باطل میشه. یا باید تمام وجود و هستی و زندگیتون را به مسیح تسلیم و مطلق کنید یا از ملکوت الهی محروم خواهید شد. در واقع مسیح میگوید نمیشه یک چشم به مال دنیا داشته باشید و یک چشم به خدا. نمیشه هم خدا را راضی کرد هم دنیا را. نور با تاریکی دوستی نداره. و این تعلیمات مسیح دوستان برای ما ایمانداران بسیار سخت و دشوار است. و البته مسیح متوجه آن شده بود. وقتی که مسیح این تعلیمات را دید که رسولانش به فکر عمیقی فرو رفتند. آنان دارند به بهایی که به خاطر ایمان به مسیح باید بپردازند تفکر میکنند. آنها میبینند که راه مسیح بسیار سخته، مشکله، طاقت فرساست. حیرانند که چگونه میشه از دنیا دست بردارن و تسلیم محض مسیح باشن. آیا لیاقت و یا ارزش این رو داره که زندگی خوش و آرام دنیوی رو فدای آنچه که در آینده آن هم بعد از مرگ به آنها وعده داده می شود انجام بدن یا این کار رو بکنن؟ این امر سبب میشه که به قول معروف دو دفعه فکر کنن. آیا دنبال مسیح برویم یا نه؟ پس برای اینکه عیسی مسیح افکار آن را متوجه اهمیت پیروی از پاکی و قدوسیت کند و تفاوت بین ایمانداران حقیقی و دیگران را آشکار کند و رسولانش را نیز تشویق به پذیرفتن مشکلات زندگی به خاطر ایمان بنماید و در ایمان جدیدشون استقامت داشته باشه، برای آنها مثالی را بیان میکنه که از آیه 24 آمده است. و در واقع معنی این داستان یا این مثالی که مسیح میگوید در اینه که بقیه آیات فصل‌های 5 و 6 رو هم درک کرده باشیم. چرا؟ چون مسیح اینطور میگوید پس کسی که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود، باران بارید، سیل شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را به روی شن بنا کرده است. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزید و به آن خانه زور آور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. در واقع عیسی مسیح میگوید اگر شما از من پیروی کنید اساس ایمان شما همانند ساختمانی خواهد بود، پایه ایمان شما بر روی صخره محکم قرار خواهد گرفت که طوفان‌های زندگی،
سختی ها، فقر و ظلم و ستم ها، شکنجه ها، جفاها، هیچ چیزی نمیتواند خللی در آن به وجود آورد. در کتاب مقدس صخره نام دیگری است برای عیسی مسیح. میگوید اگر ایمان بر من داشته باشید، ایمان کامل داشته باشید، بدانید که هیچ چیز نمیتواند آن را نابود کند. ولی اگر ایمان شما بر من نباشه، در عوض بر دنیا و مردم این دنیا باشه، اگر اعتقادات و ایمان شما بر رسوم انسانی و بشری باشه، شاید زندگی آسانی داشته باشید، شاید خیلی راحت خونه بنا کنید. چرا؟ چون بنا کردن خانه در جای مسطح بسیار ساده است. میگوید اما آن وقت شما خانه‌تون مثل اینه که بر روی ماسه بنا کرده باشید که وقتی طوفان بیاد خراب میشه و خرابیش هم بسیار عظیمه. ای عزیزان، یک چیز مسلمه که در زندگی طوفان به هر حال خواهد آمد. حالا سوال مهم اینه که ایمان شما بر روی چه چیزی بنا شده است؟ آیا بر کلمت الله، بر نجات دهنده عالم عیسی مسیح زنده که مرد و قیام کرد و خدا او را به عنوان مظهر حق و نجات دهنده بشر به انسانها عطا کرده، و یا بر انسانها و پیامبران کاذب؟ هوشیار باشید، مبادا خانه ایمان زندگیتون رو به سادگی بر روی ماسه بنا کنید. درسته چنین زندگی و خانه بسیار ساده است بنا کنید، ولی عاقبتش بسیار ناگوار است. کلام خداوند از ما دعوت می کند که از راه باریک پیش برویم، قدم در راه باریک بنهیم، یعنی حاضر باشیم راه آسمانی را بپذیریم، حاضر باشیم خانه ایمان خود را بر صخره بنا کنیم. و البته بسیار مشکله. دنیایی که نور را نپذیره، دنیایی که مسیح را رد کرده، مسلماً شما را هم رد میکنه. ولی چقدر خوبه که در این عالم به خاطر عیسی مسیح جفا بکشیم، ایمان خود را بر صخره بنا کنیم، تا وقتی که طوفان میاد، وقتی که باد و باران میاد، در ایمان خود پایدار باشیم و مکانی در نزد خدا داشته باشیم. وقتی عیسی این سخنانش را به پایان میرساند، مردم از تعالیم او متحیر میشن، از موضوعهای عالی او مات و مبهوت میشن. چرا؟ چون او با قدرت خدا به آنان تعلیم میداد، نه مثل علمای دینی. و البته دلیل آن هم آشکاره. چرا؟ چون مسیح مظهر خدای نادیده است. او خود کلمه خداست، کلمه‌ای که در جسم آشکار گردیده است. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که ایمانتان بر حقیقت باشد، که خداوند شما را پاداش خواهد داد. شادزی. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.